من یک وصیت‌نامه از یک همرزم گردان حبیب رو میخوام برای شما امشب قرائت کنم که مقام معظم رهبری میفرمایند که من مکرر متن این شهید رو میخونم و استفاده میکنم. وصیت‌نامه شهید باغبانی. دل از مقام معظم رهبری برده، ما که عددی نیستیم. میفرماید این جانب ناصرالدین باغانی بنده حقیر در درگاه خداوندم چند جمله ای را به رسم وصیت مینگارم. سخنم را درباره عشق آغاز میکنم. ما را به جرم عشق مؤاخذه میکنند، گویا نمیدانند عشق گناه نیست، اما کدام عشق؟ خداوندا، معبودا، عاشقا، مرا که آفریدی عشق به آغوش مادر را به من یاد دادی، اما بزرگتر شدم و دیگر عشق اولیه مرا ارضا نمی کرد، پس عشق به پدر مادر را در من به ودیعت نهادی. مدتی گذشت، دیگر عشق را آموخته بودم، اما به چه چیزی عشق ورزیدن را نه. به دنیا عشق ورزیدم، به مال و منال دنیا، به مدرسه، به دانشگاه. همه اینها بعد مدت کمی جای خود را به عشق حقیقی و اصیل داد، یعنی عشق به تو خدایا. من چند سطری رو بگذرم. بعد از چندی که با تو معاشقه کردم، یک باره به خودم آمدم و دیدم که من کوچکتر از آنم که عاشق تو شوم و تو بزرگتر از آن هستی که معشوق من قرار گیری. فهمیدم که در این مدت که فکر می کردم عاشق تو هستم اشتباه می کردم. این تو بودی که عاشق من بودی و من را می کشاندی. استدلال رو ببین. اگر من عاشق تو بودم باید یکسره به دنبال تو می آمدم. اگر من عاشق تو بودم باید یکسره به دنبال تو می آمدم. ولیکن وقتی توجه می کنم می بینم گاهی از اوقات در دام شیطان افتادم، ولی باز مستقیم آمدم. حال می فهمم که این تو بوده ای که به دنبال بنده‌ات بوده ای و هرگاه شیطان شده تو دام شیطان را پاره کرده ای و هر شب به انتظار او نشسته ای تا بلکه یک شب او را ببینی. حالا میفهمم تو عاشق صادق بنده‌ات هستی. بنده را چه که عاشق تو بشود؟ آری تو عاشق من بودی و هر شب مرا بیدار میکردی. امشب بریم گله کنیم، بگیم خدا، یعنی میخوای به ما بگی که ما رو دوست نداری؟ شبیه دعای ابو حمزه، او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی. تو دوست نداری صدای منو بشنوی که منو بیدار نمی کنی. گله کنیم از این که تو چرا مرا کم دوست داری و هر شب مرا بیدار می کردی و به انتظار یک صدا از جانب معشوق می نشستی، اما من بدبخت ناز می کردم و شب خلوت را از دست می دادم و می خوابیدم، اما تو دست بر نداشتی. آنقدر به این کار ادامه دادی تا بالاخره من گریز پای را به چنگ آوردی و من فکر می کردم با پای خود آمدم. معنای عشق و معنای غرور رو می بینید. من فکر می کردم به پای خود آمدم. این همون غرور است. این همون عجبیه که میفرماید از راه رفتن یک مورچه سیاه در شب تاریک روی سنگ صاف سیاه آرامتر به دل نفوذ می کند. این پیدا کرده اون رو. من فکر می کردم به پای خود آمدم. این یعنی غرور. وه چه خیال باطلی. این کمند عشق تو بود که به گردن من افتاده بود. مرا که به چنگ آوردی به صحنه جهادم آوردی تا به دور از هر گونه هیاهو با من نبرد عشق ببازی. حالا نرد عشق باید میگفتن، حالا نمیدونم. من در کار تو حیران بودم و از کرم تو تعجب میکردم. ما غرک بربک الکریم رو ببینید. آخر تو بزرگ بودی و من کوچک، تو کریم بودی و من لئیم، تو جمیل بودی و من قبیح، تو مولا بودی و من شرمنده از این همه احسان تو بودم. کمند عشقت را محکم تر کردی، مرا به خط مقدم عشق بردی، در آنجا شراب عشقت را به من نوشاندی و چه نیکو شرابی بود. من هنوز از لذت آن شراب مستم. اولین جرعه آن را که نوشیدم مست شدم، در حالی که در حال مستی تقاضای جرعه‌های دیگر کردم.
اما این بار تو بودی که ناز می کردی و مرا سر می گرداندی. مسیر رو ببینید از کجا شروع میشه. امام چرا میفرماد اینا یک شب راه 100 ساله رو طی میکنن؟ پیاله ام را شکستی، اگر بدانم که خریدار متاعم نیستی و اگر بدانم که پیاله ام را پر نمی کنی، پیاله خود را می شکنم و متاعم را به آتش می کشم تا در آتش حسرت من بسوزی. چجوری داره مناجات میکنه و انگشت حسرت به دهان بگیر، به خدا داره میگه.